درود خدمت دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال دنکی شد. امروز اومدم ابزارهای لازم یک یوتیوبر رو بهتون معرفی کنم. قبل از شروع ممنون میشم پست رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. اولین ابزار وبسایت POE است که بر پایه هوش مصنوعی هست، همون چت جی پی تی. بعد از ثبت نام با جیمیلتون توی این وبسایت شما میتونید به صورت فارسی یا انگلیسی از این وبسایت برای تولید محتوا استفاده کنید. اونطور که میبینید هر متنی رو که من ازش بخوام برای من تولید میکنه و شما میتونید به این صورت کانال یوتیوب فارسی یا انگلیسیتون رو به راحتی رشد بدید و ازش هر چیزی که بخواید استفاده کنید. همچنین این وبسایت اپلیکیشن اندروید، اپلیکیشن iOS و به تازگی ویندوز هم ارائه کرده که میتونید ازش استفاده کافی رو ببرید. وبسایت و ابزار بعدی سایت لئوناردو هست برای تولید متن و عکس که شما میتونید از این طریق متن‌هاتون رو به عکس تبدیل کنید. از وبسایت لئوناردو به راحتی میتونید برای تولید تصاویر استفاده کنید. با این وبسایت میتونید متنی رو که انگلیسی بهش میدید و به عکس تبدیل کنه. شما میتونید با جزئیات کامل هر تصویری که بخواید از این وبسایت تولید میکنه و بهتون تحویل میده. وبسایت بعدی وبسایت کنوا هست برای تولید تصاویر، ویدیو و عکس‌های خودتون. از کنوا میتونید برای تولید ویدیوهای یوتیوب، تامنیل یوتیوب، همچنین برای بنر، لوگو و همچنین ریلز های اینستاگرام استفاده کنید. این وبسایت هم برنامه موبایلی داره که میتونید اونو دانلود کنید و ازش استفاده کنید. ابزار بعدی کپکات برای ویرایش و تولید ویدیوهاتون. وبسایت کپکات شما میتونید از طریق این وبسایت برنامه ویندوز و همچنین برنامه موبایلی این وبسایت رو دانلود کنید و برای ادیت تصاویر که با افکت‌های فوق‌العاده و همچنین انیمیشن ها و همچنین فونت های فوق‌العاده‌ای که داره ازش برای ادیت تصاویرتون و ویدیوهاتون استفاده کنید. ابزار بعدی ویدآیکیو هست که برای بهینه‌سازی پست‌های یوتیوبتون میتونید ازش استفاده کنید. با ویدآیکیو شما میتونید کانال یوتیوبتون و همچنین پست‌هاتون رو سئو کنید. با توجه به اینکه ویدآیکیو هم از هوش مصنوعی استفاده میکنه میتونید دسکریپشن و یا تایتل هم با اون بسازید. همچنین به شما هشتگ هایی در مورد پست و یا کانالتون معرفی میکنه که میتونید ازش استفاده کنید.
ممنون برای وقتی که گذاشتید. امیدوارم استفاده کرده باشید. ممنون میشم کانال رو سابسکرایب و پست رو لایک کنید.